سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به یوتیوب چنل من. امروز قراره بریم به یک عروسی و مطمئنا نمیتونید حدس بزنید که قراره ببرمتون کدوم عروسی، چون این روزا خیلی نامزدی و عروسی داشتیم، چه وطنی چه خارجی. یعنی توی این شهری فرما به نظرم همه کاپل شدن. حس میکنم همه منتظر بودن ماه سفر تموم شه و بله رو بگن. خوبه که اعتقادات هنوز پررنگه بین ما. قبل از اینکه بریم سراغ عروسیمون، یادتون نره که چنل من رو سابسکرایب کنید تا انرژی بشه برای من. بعد از جورجینا همسر رونالدو و حلقه پرماجرای لیدی گاگا تو رابطه رفتن کیارا فرانی، از همه جالبتر نامزدی تیلر سویفت میرسیم به محلقا جابری، مدل و اینفلوئنسر 36 ساله ایرانی که اصالتا هم اصفهانی هستش. ایشون یکی از پرکارترین مدل های ایرانی در جشنواره‌های ونیز، کن و همینطور اسکار هستش که با برگزاری جشن بزرگ نامزدیش رو اعلام کرد. عکس‌های رویایی از لحظه خواستگاریش، البته سورپرایز کردنش توسط آقا دوماد در ایتالیا پخش شد. اینطوری بود که محلقا و دوست پسرش میرن به شهر راولو در جنوب ایتالیا کنار دریای زیبای تیرانی و اونجا آقا داماد زانو میزنه و از محلقا خواستگاری میکنه. محلقا در مورد اون روز گفته بود که اون روز توی یکی از مکانهای مورد علاقم با 2 نفر از عزیزترین آدم‌های زندگیم بودم، نامزد فوق‌العاده‌ام که 2 سال و نیمه با هم هستیم و مادرم، و هیچ ایده‌ای نداشتم که چه اتفاقی در راهه و عکاس‌ها اونقدر خوب در محیط‌ها جا گرفته بودن و وانمود می‌کردن که دارن از خودشون عکس می‌گیرن که من حتی کوچکترین شکی هم نکردم. و ناگهان بهترین دوستم که تازه عروسیش رو گرفته بود و به من گفته بود که روم هستش، از پشت یک چتر بیرون اومد و لحظه رو برای من خواستر کرد. برای دوستان فشار بخورید، همینقدر رمانتیک بوده همه چی. خلاصه که اینا اونجا کنار دریای زیبا و سواحل ایتالیا، همسر محلقا برای اعلام رسمی نامزدیش زانو زده و از محلقا خواستگاری کرده. مراسم سورپرایزشون توی همچین لوکیشن زیبایی انجام شده. و درباره حلقه محلقا باید بگم که الماسه و چیزی که توی عکس مشخصه احتمالاً بین 3 تا 4 قیراط باشه، چیزی نیست. قیمتش بین 70 تا 120 هزار دلار پیش بینی میشه. اگر بالای 4 قیراط هم باشه قیمتش به 200 هزار دلار هم میرسه. فکر میکنم که از این عکس که جعبه حلقه توش مشخصه، یه سری از بچه‌ها که خیلی برند بازن متوجه شده باشن که این الماس از چه برندیه. ولی اگه متوجه نشده و برند باز نیستی، اب نداره، من اینجام که بهت بگم. خب این جعبه آبی رنگ معروف مربوط به برند معروف تیفانیه، پس احتمال خیلی زیاد همون 200 هزار دلار باشه قیمتش. و حالا قسمت پرزرق و برق این نامزدی، یعنی مهمونی باشکوهشون. خب اولا که مراسم توی یه همچین باغ خیلی بزرگی توی کالیفرنیا گرفته شده، یه محیط لوکس که بیشتر افراد سرشناس اونجا مراسم میگیرن. باغی که گرفته بودن واقعا محیطش رویایی و شیک بوده. بله دوستان، یه همچین فضایی. باز هم فشار بخورید. از آماده شدن محلقا شروع کنیم که اینجا داره میکاپ میشه. خانم زیبا محلقا توی مراسم نامزدیش 2 تا لباس سفید پوشید که این اولین لباسش بود، پیراهن سفید کار شده با پولک و سنگ. این پیراهن حالت رسمی داشت و برای مراسم اصلی هم پوشیده شده بود که به نظرم انتخاب خیلی عالی و خوبی بوده. و دومی پیراهن هم یک پیراهن دکولته عروسکی بود که برای افتر و مراسم رقص بوده. کاملا مهمونی به سبک و حال و هوای ایرانی بوده، آهنگ‌های ایرانی هم که به راهه. سوال خیلیاتون اینه که چرا مراسم اینقدر خلوته؟ در حقیقت این یه نامزدی خصوصی در کنار خانواده و دوستای صمیمیشون بوده. و اینو باید بگم که درباره آقا داماد هیچ اطلاعاتی به جز اینکه یه پسر ایرانیه و اسمش هم آرمین هست بیرون نیامده. و سوال خیلی این بود که مگه تازه سورپرایز نشده؟ مگه تازه بله رو نگفته؟ پس چطوری لباسش آماده بوده، میکاپ آرتیستش آماده بوده، باقی که رزرو کردن
آماده بوده، همه چی به راه بوده. چطوری باید بگم که مراسم سورپرایزشون برای خرداد ماه بوده و عکساشون رو تازه پخش کردن. همونطور که گفتم احتمالاً وایسادن ماه سفر تموم بشه و بعد عکساشون رو بدن بیرون. حالا نمیدونم دلیل اصلیش چی بوده، من همچین مثالی میزنم. به نظرم خیلی به هم میان عروس و داماد و شما هم حتما نظرتون رو برای من کامنت کنین و بگین که به نظرتون عروس و داماد به هم دیگه میان. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودی. اگه دوست داری نامزدی های بقیه رو برات بررسی کنم یادت نره که حتما برام تو کامنت ها بگی و چنل منو سابسکرایب کنی. مرسی عزیزم، دوست دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.